سه تا فن در دنیا اختراع کردیم، یک دست یک پا، سر تا یکی و فن حبیبی. من چرا تا کنون تو ورزش کشتی این فنون خودم انتقال ندادم به این بچه ها؟ نخواستن از من. چراش دیگه ما نمیدونیم. بپرسن. نمیدونم، من نه کمونیستم نه خدای نکردم بی وطن. من وطن دوست دارم. من ترکیه من خواستن، از صورت که ژاپن من خواستن، همین روسیه من خواستن، آمریکا برای تربیت بچه‌هاشون کار. یک وجب خاک مملکت به دنیا نمیدن. من اینجا زاده شدم، اینجا رو دوست دارم، همینجا هم باید کار کنم، همینجا هم باید بمیرم. در اینکه من 5 تا مدال طلا خواستم گرفتم. کی رو بزنم؟ شرکت کنم برای کی؟ کدوم قهرمان آمده که به من نزدم؟ یه نفر پیدا کنید که توازن من باشه، من نزده باشه. بنابراین من دیگه دیدم توی این کوره خاطی همه رو زدم، خداحافظی کردم و آمدم سرباز کشاورزی و مشغول کار کشاورزی شدم. سربار جامعه و سربار تربیت بدنی نمیدونم وزارت ورزش هم نشد.